آقا جان دورت بگردم، ای که تمام اقمار در اطراف سر شما میچرخند، ای که با یک منقل تا خارج از جو میروی. بنال ببینم چی میخوای بگی؟ وسط یه تصمیم گیری حیاتیه. عظما جان فردا را عید قربان اعلام کنیم. کدوم کشورها عید اعلام کردن؟ حضرت عظما همه کشورهای اسلامی فردا رو عید اعلام کردن. خب این که نمیشه که، ما ناسلامتی القراضه جهان اسلامیم. حالا که اونا فردا رو اعلام کردن ما پس فردا رو اعلام میکنیم. خودم میام میگم من ماهو دیرتر دیدم. عظما ماه مال عید فطره، پاک خود زدی ها. عید دیگه، فطر و قربان نداره که بابا. الان استکبار جهانی تلسکوپ جیمز وب رو فرستاده بالا، ما هم باید پاسخ ولایت مدارانه بدیم. معلومه زیاد زدی ها، ما هنوز داریم دنبال عکس امام تو ماه میگردیم. جیمز وب کجا، ما کجا؟ منقل ما رو دست کم گرفتی ها. 4 تا زغال بیشتر بریم توش، اون طرف کهکشانم نشون میده.